سلام بچه ها، چطوری؟ امروز یه دونه چراغ طلایی خریدم. اینا مثل لبوبوه، انگار چیز تنوع داره. من از بین ایناش نگاه کنید. خب دوست دارم این بنفشه در بیاد. تو بریم ببینیم که خدا با هم یاره یا نه. اول شما ببینیدش. من واقعا خودم تماشا نمیکنم بچه ها، خدا خوردم دیگه. وای خدای من چقدر قشنگه. حالا برم برقون خاموش کنم ببینم چجوریه. کجاست؟ وایسید بچه های لحظه. این از این یکیش. خب اینجوری 2 تا نوع داره. این از این یکیش. حتی بچه ها چیز عجیب مداد تراش هم هست. نگاه کنید. دیگه نمیدونم بچه. این تو پیج مامانم موجود است. خب پیج مامانم توی اینستا سیف کنید، ونوس شاپ. خیلی تنوع چیزاش بالاه و لطفا از مامانم هم حمایت کنید. بای.